داستان فیلم با آلیا شروع میشه که به خواهر کوچیکترش هابیل 5 ساله میگه ارواحی که میبینه و میشنوه حاصل تخیل اون هستن. اما یه شب یه شخصیت عجیب به هابیل حمله ور میشه و پاهاشو زخمی میکنه. 10 سال بعد وقتی که پدر و مادرشون توی تصادف جون خودشون رو از دست میدن، هابیل که حالا یه نوجوان 15 ساله عصبانیه که هنوز ارواح دوران کودکیشو میبینه، همراه خواهرش آلیا مجبور میشن خونه فعلیشون رو ترک کنن و به ملک قدیمی پدر و مادرشون برگردن، جایی که هابیل سالها قبل مورد حمله قرار گرفته بود. داستانهای ترسناک فیلم بعد از ورودشون به اون خونه شروع میشه. فیلم 1 ساعت و 48 دقیقه یه چشم سوم سال 2017 تو ژانر فیلم‌های ترسناک از کشور اندونزی منتشر شد و دنباله اونم سال 2019 منتشر شد. چشم سوم با نزدیک به 1500 رای تو سایت IMDb امتیاز 5.1 از 10 رو گرفت. اوجونوو که گیمر حرفه‌ای مشغول بازی آنلاین با دوستای مجازی خودشه که یکی از اونو از اخبار و اتفاقای عجیب و غریبی خبر میده. جونوو با دیدن اخبار متوجه میشه که یه ویروس ناشناخته و عجیب در حال شیوع پیدا کردنه که مردم رو تبدیل به زامبی میکنه. این ویروس با سرعت در حال انتشاره و جونوو بدون غذا و امکانات کافی تو آپارتمانش حبس شده و دور تا دور خونش پر از زامبی شده. اون کم کم داره امیدش رو از دست میده که یه بازمانده پیدا میکنه. فیلم 1 ساعت و 39 دقیقه زنده سال 2020 تو ژانر فیلم‌های ترسناک و آخر زمانی منتشر شد. این فیلم 24 ژوئن 2020 تو کره جنوبی اکران شد و بعداً تو 8 سپتامبر 2020 تو نتفلیکس به نمایش در اومد و 2 روز بعد از اکران به مقام اول جهانی روی پلتفرم تو 35 تا کشور دست پیدا کرد. این اولین فیلم کره‌ای بود که تو جدول فیلم‌های نتفلیکس تو سراسر جهان رتبه اول رو کسب کرد. زنده با 41,000 رای امتیاز 6.3 از 10 رو تو سایت IMDb ثبت کرد. داستان فیلم در مورد یه افسر پلیس نیویورک به اسم رالف سارچیه که روی مجموعه از جنایات تحقیق میکنه. اما وقتی که میفهمه به تنهایی نمیتونه این پرونده اسرارآمیز رو حل کنه، با یک کشیش متخصص تو جنگیری همراه میشه تا با نیروهای ترسناک و شیطانی که در حال به هم ریختن شهر هستن مبارزه کنه. فیلم 1 ساعت و 58 دقیقه از شر شیطان نجات مانده سال 2014 تو ژانر فیلم‌های ترسناک فراتبی از طریق اسکرین جیمز منتشر شد. داستان فیلم بر اساس کتابی به اسم مراقب شب باشید با الهام از داستانی واقعی نوشته شده. این فیلم با بیشتر از 79,000 رای تو سایت IMDb امتیاز 6.2 از 10 را ثبت کرد. ماکانیانگ از هاوایی به شهر آروم نبراسکا نقل مکان کرده تا با مادر بزرگش زندگی کنه و دبیرستان رو هم تموم کنه. اما با شروع شمارش معکوس برای فارغ التحصیلی، همکلاسی‌هاش توسط قاتلی که قصد داره تاریک ترین اسرار اونا رو تو کل شهر پخش کنه تحت تعقیب قرار میگیرن. فیلم 1 ساعت و 36 دقیقه شخصی درون خانه شماست سال 2021 تو ژانر فیلم‌های ترسناک اسلشر از طریق نتفلیکس منتشر شد. این فیلم اقتباسی از رمانی به همین اسم اثر استفانی پرکینزه. شخصی درون خانه شماست با 17,000 رای تو سایت IMDb امتیاز 4.8. تو سال 1905 توماس ریچاردسون به یه جزیره دورافتاده سفر میکنه تا خواهرش جنیفر رو که توسط فرقه مرموز روبوده شده و برای باج گرفتن نگهداری میشه نجات بده. توماس به عنوان یه مسلمون با مالکوم هاف که فرقه رو با 2 نفر دیگه به اسمای فرانک و کوین تأسیس کرده روبرو میشه. اونا ادعا میکنن که جزیره باید از طریق قربانی خون بارور بشه.
فیلم 2 ساعت و 9 دقیقه‌ای فرستاده سال 2018 تو ژانر فیلم‌های ترسناک از طریق نتفلیکس منتشر شد و نقدهای مثبتی از طرف